روشویی داره دیوار کنده میشه. اینا کامل دارن از هم باز میشه. ببین همه آسیبا واسه نماه، زیر ساخت به چخ نرفته. پس بریم ادامه. داداش این چیه اون وقت؟ نما دیگه. یکم دیگه همت کنیم کل طبقه بالا هم پر از آب میشه، بعدش میتونیم بهش ماهیگلی اضافه کنیم و قواسی کنیم. راستش خیلی نگرانم، نمیدونم خونه دووم میاره یا نه. خیلی کارمون خطرناکه حسن. هیچ ایده‌ای نداشتیم که ساختمون تا چه حد میتونه دووم بیاره، واسه همین تصمیم گرفتیم سرعت کارو ببریم. هر کی بتونه توی یه ساعت آینده بیشترین حجم آبو بیاره به اسمش $1000 اهدا میکنم به خیریه. از همین الانم شروع شد. بدوین. فقط یه ساعت وقت داریم آب جمع کنیم. بدو من میدونم کجا باید برم. استارت بزن بی صاحب و استلخیه. شطور در خواب بیند پنبه دانه که از من جلو بزنن. من هنوز آس پیکم رو رو نکردم. دارم میرم سمت میدون هروی. باید اول چی بیالا بجون. خب باید آب پیدا کنم. آب فیجی برمیدارم. بطری 500,000. من اومدم ایستگاه آتش نشانی حسن آباد. اون وقت میخوای برنده نشم؟ باید گنده ترین سایزی که دارن رو پیدا کنیم. بچه‌ها استخر کودک گرفتن و شایان کلی آب خریده و منم لباس پوشیدم و آماده‌ام. میخوایم با ایشون بریم دور دور. من از بچگی دوست داشتم خلبات شم. تا 5 دقیقه دیگه اونجا نباشم باخت دادم. من با این ماشین برم دم خونه پشمای بچه‌ها فر بخورم. ارن داداش شما